لنگری و بوبوجون نصیحتم رو به خاطر الله بپذیرید. این جنگ و دعوای شما با اسم شریپوف از حد اندازه گذشت. اینقدر تحقیرها و اهانتها، اینقدر دشنام و حقارتها، به خاطر الله این جنگ و دعوا را ختم کنید. تو گفتی و من گفتم کنار بگذاره. ببینه این جنگ و دعوا شما را به گناه تحقیر و اهانت و غیبت وادار کرد. اسم شریپوف این گناه سریال انجام میتیه. نامی سریال شه انتی دجال ماندگیه. پناه به خداوند. قسم به الله که از این کار شما الله در غضب است و شیطان خوشنود. از الله بترسید. قریب 1 سال شد یا بیشتر در جان مردم زدگی قطعی همی رزباراتان. بیش از این خود و مردم را در گناه غیبت و تحقیر و اهانت معتبر نکنه. چرا از رمضان خالق عبرت نمیگیره؟ در این جنگ و دعوا او هم که در اول شریک بود ولی به خطای خود اعتراف کرد و کنار شد و آبروی خود را حفاظت کرد. بخشش پرسید ولی قدر و منزلتش پست نشد. احسن به او. ولی شما چیکار کردید که مردم شما را اینقدر دشنامه ها میکنند؟ از روی انصاف بگیریم اسم شریپوف را من تنها به خاطر فحشگویی و آشکار کردن گناه پنهانی نوال کرده سرزنش کردم که این گناه بزرگ است. اما از دیگر جهت اسم شریپوف برحق است. این رو من اعتراف میکنم. شما وقتی درباره اسم شریپوف سخنهای گفته او فقط از شما دکزد هاست که یا دکزد میکنه یا اعتراف میکنه که تهمت کرده ای. شما که نه دکزد کرده و نه اعتراف به خطا در نتیجه جنگ و دعوای شما تا به همین درجه رسید. خوب نبود که به مثل رمضان خالقوف به خطای خود اعتراف میکرده و جنگ و دعوا را تا به اینجا نمیکشیده. از اول اگر بخشش میپرسیده و اعتراف میکرده حالا اینقدر شرمنده و رسوا نمیشیده. این از جهت کبر بود که به خطای خود اعتراف نکرده که در نتیجه کار به اینجا رسید. من با کار و بار پنهانی شما کار ندارم. در پنهانی چی کاری که میکنه شما میدانی و الله. اما وقت کاری شما که آشکار شد به عنوان نصیحت و اصلاح باید که ما چیزی بگوییم. شما از ما خفه نشوید. مقصد ما نصیحت و اصلاح است، نه تحقیر و اهانت یا طرفداری از کسی.